اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موضوع دین و شریعت را از چه کسی باید گرفت میخواهیم مختصرا برای شما صحبت داشته باشیم. حضرت محمد ابن سیرین رضی الله تعالی عنه میفرماید: این هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم. میگه این شریعت علم شما است، دین این علم شما است، پس بینید که این علم رو از کی کس میگیرید، از چه کسی میگیرید. یعنی برای گرفتن تعلیمات اسلام و پرسیدن مسئله های شریعتی ما باید حتما توجه کنیم که از چه کسی ما شریعت رو میگیریم. و امروزها در شبکه‌های اجتماعی در مسائل های گوناگون دینی بحث و مناظره های زیاد به نظر می رسد. ما می خواهیم همین را مختصرا بیان کنیم که اصلا شریعت اسلام به مردم ما ماوراء النهر، تاجیکستان امروزه، ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان و عموما حوزه ماوراء النهر به واسطه شخصیت هایی که سند آنها به امام اعظم رحمت الله علیه میرسد گرفتگی هستیم. حضرت ابو حفص کبیر بخارایی رحمت الله علیه که از شخصیت های بسیار برجسته در حوزه خراسان و ماوراء النهر بودند، آن کس علم دین را از شاگرد امام اعظم به واسطه از امام محمد شیبانی و امام محمد شیبانی رحمت الله علیه از حضرت امام اعظم رحمت الله علیه کسب کرده هستند. و شما خوب میدونید که حضرت امام اعظم با چند واسطه، با واسطه صحابه بزرگ از پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسب علم کرده است. یعنی سند ابو حفص کبیر بخارایی یک شخصیت بسیار مشهور و بزرگ دینی ماوراء النهر و خراسان، و برای چی من خراسان را ذکر میکنم؟ زیرا که ابتداءً تعلیماتی و تدریسی و در بلخ بود. بسیار شخصیت برجسته است که علم فقه را، علم دین را برای ما مردم ماوراء النهر آورده است. و همچنین اثرهایی که در این بابت تعریف شده هستند، همه آنها سرچشمه میگیرند زیادتر از همین راه و روش. و امروز ما باید علم شریعت و دین را از نفران گیریم که آنها از مکتب‌های فقهی و عقیدتی ماوراء النهر و خراسان سرچشمه‌های علمی دارند و زیاد روی این مسئله ها کاربرد کردگی هستند. بنابر همین امروزها در ذهن جوانان بعضی مسئله ها گذاشته می شود که تشویش آورنده و به شک آورنده انسان ها می شود. مثلا در شبکه ها دیده می شود که سوال می گذارند که شما را، یعنی سوال شما را موافق قرآن و سنت جواب دیم یا موافق مذهب امام اعظم. یعنی بینید که یک فاصله می گذارند بین امام اعظم رحمت الله علیه و بین قرآن و سنت. اگر شخص ذکی باشد میگوید که مسائل شرعی را من میخواهم که طبق نظری حضرت امام اعظم رحمت الله علیه به من بیان کنید، برای آنکه حضرت امام اعظم از ما و شما دیده خوبتر مسئله قرآن و شریعت، قرآن و سنت را، یعنی تفسیر و شرح و بیان قرآن و سنت را خوبتر و بهتر از ما و شما میفهمیدند. یعنی ما میخواهیم که قرآن و سنت را طبق نظر امام اعظم و شاگردان بزرگ و بخصوص اهل سنت و جماعت از بزرگان دینی که داریم طبق آن ما دسترس کنیم، نه طبق نفری که امروز از پیش خود شرح و تفسیر قرآن میکند و حدیث های پیغمبر صلی الله علیه وسلم را موافق درک و فهم کوتاه خود بیان میکند. بنابر همین این مسئله بسیار مسئله مهم و مسئله نازک است. یک مثال دیگر در این بابت میارم و سخن خود را اکتفا میکنم. وقتی که در زمان حضرت علی کرم الله وجهه گروه خوارج برآمدند که اکثر آنها قاریان کل قرآن بودند، قرآن را به فهم و درک خود شرح و تفسیر کردند. وقتی که با دستور حضرت علی کرم الله وجهه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه آنها رفتند
و چیکار کردن؟ با ایشان بحث کردن. حضرت ابن عباس میگه قرآن را در میان ایشان گذاشت و دستی مبارک بالای قرآن گذاشت و گفت که ای قرآن سخن بگو، ای قرآن سخن بگو. وقتی این سخن را چند تکرار کرد، نفران حاضر گفتند که ای عبدالله، قرآن از پیش خود سخن نمیگوید. گفتند که اگر قرآن که سخن نگوید، باید مردان باشند که با قرآن سخن گویند و از قرآن سخن گویند. یعنی کتاب‌های آسمانی به پیغمبران نازل شدگی است. پیغمبران آنچنانی که به ما آن را تعلیم دادند، ما باید که به مردم آن را رسانیم. از همین جهت خوب میشد که